شیخ شروع کردن در مقدمه سیوم گفتن اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. شیخ گفتن بدون اعلام یقین کن ارشدك الله لطاعته الله سبحانه و تعالی ترا هدایت کنه به طاعتش دلالت کنه به طاعتش. ارشده به معنای دلک ارشدک دلک هداک هدایت کنه موفقت گردونه. رشد ضدش غی است. رشد این استقامت کردن در راه حق راست بدن در راه حق این رشد میگن. غی گمراهی بینید در حق خواننده گوش کننده طالب علم دعا کرده سی شیخ اعلم ارشدک الله لطاعته. این اسلوب در بسیار کتاب های شیخ ملاحظه کرده میشه. اسلوب دعا با لطف خطاب کردن طالب علم از طرف شیخ از طرف معلم. اعلم ارشدک الله لطاعته بدون هدایت کنه ترا دلالت کنه ترا موفق گردونه ترا الله به طاعتش. بعدن چی؟ بعد از اعلام چی؟ بدون ان الحنیفیه یکتا پرستی ملت ابراهیم ملت حضرت ابراهیم میگه. الحنیفیه یعنی یکتا پرستی ملت حضرت ابراهیم میگه. الحنیف چی است؟ حنیف این مشتق است از حنف. الحنف بفتح الحاء والنون الحنف و حنف این میل است. الحنیف انسانی را میگن که مایل است از شرک قصدن به سوی توحید. میگن الحنیف المائل عن الشرک قصدن التوحید. کسی که ترک میکنه شرک اجتناب میکنه شرک میل میکنه به سوی توحید قصدن یعنی قصدن باید شرک ترک کرد اما قصدن اگر انسان ترک نکنه فایدهش نمیکنه. چه مثالی این چی است؟ مثلا یک نفر قبر پرستی نمیکند شرک به الله نمیارد از روی قصد دیده و دونسته نمیکنه کارا ترک میکنه اجتناب میکنه میدونه که اظلم الظلم بزرگترین ظلم است شرک و ترکش میکنه و بزرگترین گناه است. اینا میگن چی؟ ترک کردن شرک از روی قصد. اما یک نفر شرک نمیکنه رفته محکمه طاغوتی نمیروه قبرستان ها نمیروه از روی تنبلی از روی وقت نداشتن نه قصدن ترک کردگی بلکه از روی که وقت نداره یا قوه رفتن نداره یا حوصله نداره رفتن این کار کردن از روی این حنیف نمیگم. باید از روی اعتقاد ترکش کنیم. و الحنیف فهمیدیم
الحنیفیه این نسبت است. یا یکی در اخیر است یا یکی در اخیر. الحنیفیه یا اون نسبه میگن ایرا، یعنی یک تو پرستی. ترجمه قطعی میشه یک تو پرستی. الحنیف این یک تو پرسته، حنیفیه یک تو پرستی، برای که یا این نسبه در اخیر. حنفا جمعش حنیف حنفا. شیخ میگه ان الحنیفیه ملت ابراهیم، ملت ابراهیم است. یعنی دینی حضرت ابراهیم. ان الحنیفیه ملت ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. ان تعبد الله، این حنیفیه چی است؟ ملت ابراهیم است. چی است یعنی حنیفیه؟ گفتیم یک تو پرستی. شیخ میگه که ان تعبد الله، این که بپرستی الله. ان تعبد الله وحده، عبادت کنی الله یگانه تنها، در حالی که مخلص هستی. وحده مخلص الله الدین، و خالص عبادت میکنی الله سبحانه و تعالی. عبادت الدین در جایش هست، عبادت است. ان تعبد الله وحده مخلص له الدین، یعنی مخلص له عمل، عبادت. دین به معنی چی؟ عبادت میاد، به معنی عمل میاد، به معنی جزا، حساب، طاعت، بسیار معنی قد میاد. در اینجا به معنی چی است؟ به معنی عمل است، عبادت است. ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، این که عبادت کنی الله یگانه خالصانه برای وی دین، خالصانه برای وی عبادت، طاعت، عمل. و همین چی است؟ حنیفیه. حنیفیه چی بوده است؟ ان تعبد الله وحده مخلصا له الدین، یک تو پرستی. و بذلك امر الله جمیع الناس و خلقهم لها. و برای همین یک تو پرستی، از برای اخلاص خالص گردوندن عبادت، طاعت الله کردن، یگانه الله پرستیدن، برای همین خلق کرده است الله سبحانه و تعالی تمام مردمان. و بذلك امر الله جمیع الناس، همه مردمان، جمیع الناس، و خلقهم لها، برای همین عبادت یک تو پرستی حنیفیه الله خلقشون کرده. دیدین؟ و بذلك امر الله جمیع الناس و خلقهم لها. برای چی؟ برای حنیفیه، یک تو پرستی، عبادت کردن الله سبحانه و تعالی، برای عبادت آفریده. كما قال تعالى، چون که الله سبحانه و تعالی گفته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وما خلقت، همین وما خلقت، وما الا، وقتی که ما میوید بعد از ما الا که اومد، میگن که حصر و قصر. میگن حصر و قصر این چی است؟ اثبات الحكم في المذكور و نفیه عما سواه، اثبات کردن حکم در چیزی که ذکر شده و نفی کردن از غیر این چیز. و از همه بالاترین حصر و قصر، از صیغه های حصر و قصر، این ما و الا. اول در ما میاد، در اخی الا. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لا اله الا الله و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ای همه صیغه های بالاترین حصر و قصر. یعنی حصر و قصر چی؟ یعنی حصر میکنی، کوتاهش میکنی، کلتش میکنی، تخصیصش میکنی برای یک چیز فقط. یعنی بینید و ما خلقت الجن والانس، الله سبحانه و تعالی من نآفریدم جن و انس مگر الا ليعبدون، مگر که چی کنن؟ مرا بپرستن. و معنی یعبدون یوحدون، و معنی یعبدون چی است؟ یوحدون، یگانه مرا بپرستن. عبدالله بن عباس میگه که در کجایی که عبود باشه، عبادت باشه، این چی است؟ توحید است. عبود الله وحید الله گفتن. عبدالله ترجمان قرآن گفتن عبود الله وحید الله، به همین معنی وحید اومدگی است.
اگر کسی پرسد چه فرق داره بین یعبدون یوحدون، میگه فرق کلان است. شاید قبر پرست بگه که ما الله هم عبادت میکنم، الله هم عبادت میکنم. همین آیاتی که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قبر پرست میگه بله ما الله عبادت میکنیم. درست است؟ بله عبادت میکنن، لیکن عبادتشون باطل است، برای که شریک میارن به الله سبحانه و تعالی و رفته غیر از الله عبادت میکنن. اما وقتی گفتی و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معنا یعبدون یوحدون، یعنی تنها الله عبادت کردن. و تو تنها الله عبادت کردی یا شریک وردی؟ تو شریک وردی به الله سبحانه و تعالی، تو یگانه الله عبادت نکردی. معنا یعبدون یوحدون، وحد یوحد، میدونی چه معنی داره؟ وحد یوحد توحیدا ای جعله واحدا، وحد یوحد توحیدا ای جعله واحدا ای فردا، فرد گردوندن. یعنی وقتی که یعنی مثلا زید وحد الله، یک انسان نام زید وحد الله، چه معنی داره؟ یعنی الله سبحانه و تعالی یگانه پرستید، یگانه دونید، یگانه گردانید در اعتقادش، در عملش، اما خود الله یگانه است. یا اینکه یک نفر میگه وحدت الصفوف، صف یک کردم، صفو کجلا بود، وحدت الصفوف، صفو را یک کردم، یک صفش کردم. چند صف بگی یک جمعشون کردم، یک صفشون کردم. ایجاده همون خودش کرده، حسیه رفته جمعشون کرد، صف سه صف بدن، همش در یک صف قطار کرد، وحدت الصفوف، یک صفش کرد. لیکن با نسبت الله وقتی که وحدت الله میگه ما اعتقاد کردیم میگونه بنده الله، الله خودش یگانه است، یعنی که ما اعتقاد میکنیم در فعلمون، اعتقادمون، عملمون. فهمیدین؟ یعنی و ما خلقت الجن، یعنی من نآفریدم جن و انس مگر از برای که یگانه مرا بپرستند. از این فهمیده میشه که هدف، حکمت از آفرینش انس و جن این یکتا پرستی. اگر کسی سوال کند که برای چی در اینجا گفته شد ان الحنیفیه ملت ابراهیم، حنیفیه یکتا پرستی ملت ابراهیم است، یا دیگه پیامبران یکتا پرست نبودن؟ نه، در جواب میگه که یکتا پرست بودن. همه پیامبران یکتا پرست بود، همه پیامبران به حنیفیه دعوت میکردن. لیکن ذکر شدن حضرت ابراهیم، گفتن که ملت ابراهیم است حنیفیه، این از برای موقف های حضرت ابراهیم، از برای یک چند خصوصیت داشتن حضرت ابراهیم. از این خصوصیت ها این حضرت ابراهیم پدر حضرت اسماعیل است و حضرت اسماعیل از نسل حضرت اسماعیل جزیره العرب، مردم جزیره العرب است. از نسل حضرت اسماعیل جزیره العرب، یعنی عرب های جزیره نسبت میدادن خودشون با کی؟ با حضرت ابراهیم. میگفتن که ما فرزندای از ذریه اسماعیل هستیم، فرزندای ابراهیم هستیم، میگفتن در دین ابراهیم هستیم، میگفتن دعوا میکردن قریشی ها، عموما جزیره عربی جزیره العرب، عرب ها دعوا را داشتن. از برای همین تا اینکه به آنها گفته شود که شما دعوای پیروی حضرت ابراهیم دارید، دعوای دارین که از نسلش هستین و دعوا دارین که در دینش هستین، چرا پیرویش نمیکنین در یکتا پرستی؟ تا اینکه حجت شو علیه اونها. اولی که یعنی در قرآن ذکر شده، برای چه حنیفیه میگیم
یکتاپرستی ملت ابراهیم است. یعنی ابراهیم در تخصیص میکنه برای چی؟ برای اینکه در قرآن ذکر شده یکتاپرستی را ملت ابراهیم گفته الله سبحانه و تعالی و در سنت. و این چنین همچون حجت شد علیه مشرکای عرب. برای مشرکای عرب یک حجت شد، مشرکای جزیره العرب. تو اینکه شما دعوا میکنید یکتاپرستی را، چرا یعنی دعوا میکنید یکتاپرستی را، عفوا دعوا میکنید پیروی دینی، دعوا میکنید پیروی دین حضرت ابراهیم، چرا یکتاپرست نیستین در حالی که ابراهیم یکتاپرست بود؟ شما میگید از ذریه حضرت ابراهیم هستین، چرا پدرتون را پیروی نمیکنید؟ و از این جهت و این چنین از خصوصیت حضرت ابراهیم است که امام بودن، حضرت امام انبیا بودن، ابو الانبیا بودن، پدر امام و پدر انبیا بودن. و الله سبحانه امام گردونید برای پیامبری که بعد از حضرت ابراهیم اومد، امام بودن حضرت ابراهیم. ان ابراهیم کان امه، گفتن امه به معنی امام است. امه یعنی امام. و این خصوصیت داشته، یعنی چند خصوصیت داره. برای چی حنیفیه نسبت داده میشه به ابراهیم، یکتاپرستی نسبت داده میشه به ملت ابراهیم؟ برای اینکه در قرآن ذکر شده الله گفته است. و این چنین از برای اینکه حجت شود بر علیه مشرکای عرب، دعوا میکنه که در دینش هستن، یکی شرک میورن، ترک کردن یکتاپرستی را که دین ابراهیم است و اونها از نسل ابراهیم هستن، چه پیروی پدرشون نمیشود در یکتاپرستی. و این چنین از سببهاش این است که امام بودن حضرت ابراهیم برای پیامبری که بعد از خود اومد از نسلش، امام و پدر انبیا و امام انبیا. و این چنین حضرت ابراهیم از همه پیامبران بسیارتر تحقیق کردن توحید بعد از پیامبرمان صلی الله علیه و سلم. یعنی در شکستن بت‌ها حضرت ابراهیم بت‌ها را شکستن، اذیت دیدن در راه دعوت و یکتاپرستی و در علو پرتوتشی و هجرت کردن در آخر. یعنی این ابتلاها حضرت ابراهیم درجه بالا برداشت و بنابراین یکتاپرستی نسبت داده میشه به حضرت ابراهیم. از همین سبب ان الحنیفیة ملة ابراهیم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد. بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی امر کرد در قرآن، از همه چیز بزرگترین این چی است؟ توحید. و اعظم ما امر الله به التوحید. بزرگترین چیزی که امر کرده است در قرآنش و به زبان رسولش صلی الله علیه و سلم، این چی است؟ این توحید است. پیش از اینکه نماز فرض شود، پیش از اینکه زکات، حج، روزه و غیره، جهاد، و پیش از اینکه از دیگر گناه نهی کرده شود،
بزرگترین چیزی که امر کرد الله سبحانه و تعالی توحید بود. و اعظم امره به التوحید. توحید چیست؟ و هو افراد الله بالعباده. توحید چیست؟ افراد الله بالعباده. یگانه گردانیدن الله در عبادت، یگانه پرستیدن الله، یعنی تنها عبادت صرف میکنی از برای الله. افراد الله بالعباده. در عبادت باید یک نفر، یک فرد باشه، یک ذات باشه، یعنی عبادت صرف شد برای یک ذات. این الله سبحانه و تعالی. و افراد الله بالعباده، یگانه گردانیدن الله در عبادت، فرد گردانیدن الله در عبادت. و گفتن و اعظم ما نهى عنه الشرك. بزرگترین چیزی که الله سبحانه و تعالی نهی کرد این شرک است. پیش از اینکه نهی کرده شوند از دیگر گناه ها، بزرگترین چیز این چه؟ نهی شرک. پیش از عرق نوشی، پیش از اینکه دزدی و زنا و غیره، آدم کشی، بزرگترین نهی این چیز شرک. و اعظم ما نهى عنه الشرك. وهو دعوة غيره معه. شرك است وهو دعوة غيره معه. همین معرفی کردن شیخ. تعریف توحید افتاد افراد الله بالعباده. همین توحید افتاد چی است؟ توحید افراد الله بالعباده. شرک افتاد دعوة غیره معه. دعا کردن غیر الله در برابر الله. همین گونه افتاد. شرک چی است؟ شرک این شریک قرار دادن. شریک هم میدونیم، میگوی این شریک من است در این عمل، در این کار شریک من است، تو شریک همین هستی در فلان کار. شریک شدن، اشتراک کردن، میدونین اشتراک کردن. این اصل لغت ده. شرک دو نوع میشه، شرک اکبر و اصغر. شرک اکبر از دوره اسلام خارج میکنه، شرک اصغر خارج نمیکنه. لیکن شرک اصغر بزرگتر است از گناه کبیره ده. شرک اصغر از دوره اسلام خارج نمیکنه، لیکن بزرگتر است جرمش، جنایتش، ظلمش از چی؟ از گناه کبیره، از بدعت ده. حتی ترتیب قطعی اول شرک اکبر است، بعد شرک اصغر، بعدا بدعت نوآوری در دین در مرتبه سیم است. چهارم گناه کبیره. کبیران درجات داره، بدعت هم البته درجات داره. و بعد از کبیره صغیره ها. همه کفر اکبر هم بینید اول کفر اکبر است، همه بولو و درجات داره. همین کفر اکبر هم درجات داره. یک کسی که ترک میکنه نماز نمیخونه، مثل کسی که الله دشنام میکنه برابر نیست. نه ترک نماز هم کفر است، دشنام کردن الله هم کفر است. کدومش بزرگتره؟ برابر است؟ برابر نیست. اول کفر درجات است، شرک اکبر درجات است و پایین‌تر از این چیست؟ کفر اکبر، کفر اصغر، شرک اصغر، کفر اصغر درجات است و پایین‌تر بدعت و بعد از بدعت هم درجات داره و پایین‌تر از بدعت بعد از درجاتش این چیست؟ گناه کبیره. گناه کبیره هم درجات داره. آدم کشتن مثل دزدن نه. و گناه کبیره هم درجات داره گفتیم و گناه صغیر هم درجات داره. و شرک اصغر مثل قسم خوردن به غیر نام الله. شرک اصغر یعنی اگر از زبان برآمد، فقط آموختش از زبان، نه اینکه تعظیم کردن و انسان. یعنی اگر یک نفر بگه به نام الله قسم بخور،
یگان کاری اگر دروغ گفتنی باشه که راست گفتنی، خلاصه بنوی الله قسم بخور. اگر قسم میخوره دروغ قسم میخوره، مشکل نیست. من فلان کار کردی، میگه نه نکردم، کردگی ای قسم میخوره، میگه والله. میگه با ولی فلانی قسم بخور که تو همین کار کردگی نیستی، او کار کردگی هست، میگه من نکردم. وقتی با ولی فلان میگه قسم نمیخوره، یا اینکه قسم میخوره تعظیم میکنه و قال ولی فلانی را در جایی که قسم خورده شود، در جایی که قسم میترسه قسم نمیخوره، این چی این شرک اکبر میشه. اما فقط در لفظ قسم که میخوره آموختش دیگه، این چی شرک اصغره. و این چونی کمی از ریا شرک اصغره. و این چونی غلو کردن در انسانای صالح که به شرک اکبر رسیدگی نیست، این هم چه شرک اصغره، وسیله. و بنابراین گفتن که هر چیزی که گفتن كل قول وفعل يتوصل به الى الشرك الاكبر فهو شرك اصغر. هر چیزی که وسیله میشه به شرک اکبر، هر چیزی که وسیله میشه از قول و فعل به شرک اکبر و شرک اصغر است. و این چنین گفتن جعل ما ليس سببا شرعيا ولا كونيا سببا مؤثرا فهو شرك اصغر. هر چیزی که سبب شرعی نیست و کونی هم نیست سبب میگردونی، یک چیزی که سبب شرعی نیست، مثلا رفته در قبرستان، خب که قبرستان گرفتن تبرک کردن سبب شرعی نیست، یعنی از جهت شریعت اومدگی نیست که برای خود که قبر بگی تبرک کن شفا میفته، نیست. و سبب کونی هم نیست، یگان طبیب گفتگی نیست، یگان انسان نگفته که خود که قبر شفا میده در فلان بیماری، سبب مؤثر نیست. همین چیز شرکی اصغر است. رفته خود که قبر گرفتن تبرک کردن با شرطی که برکت از الله دونست و قبر گو مجردی که برکت از جانب الله است، که هم قبر مبارک شدگیه، این شرک اصغر است. لیکن اگر بگم خود ذات همون خود خودش همون ولی فایده میاره شفا میده، این شرک اکبر است، بسیار کافر میشه. فهمیدین؟ شاید گفتن و اعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، دعا کردن شرکت معرفی کردن و هو دعوة غيره معه. یک تعریف دیگر هست، اونش مشهورتر است. معرفی کردن گفتن شرک هو تسویت غیر الله بالله فيما هو من خصائص الله، برابر گردانیدن غیر الله در برابر الله اون چیزی که در اون چیزی که از خصایص الله است، از خصوصیات الله است. و گفتن صرف العبادت لغیر الله، صرف کردن عبادت به غیر الله سبحانه و تعالی، این چیز شرک است. شاید گفتن و هو دعوة غیره معه، در تعریفش تعریف شرک دعا کردن غیر الله در برابر. در اینجا چی فهمیم؟ یعنی یگانه دعا کردن الله شرک است. یعنی یک نفر اگر همینجا خوند بگه که از تعریف شیخ فهمیده میشه شرک، یعنی دعا کردن غیر الله در برابر الله این شرک است. اما ذبح چی؟ ذبح شرک نیست. اینجا ذبح نگفت کو، آیا همین تعریف در بر میگیره ذبح و دیگر عبادت ها را؟ ما میگیم در اینجا دعوت و غیره معه، همین دعا دو قسم میشه، دعای مسئله و دعای عباده. دعای مسئله سوال کردن، طلب کردن. دعای عبادت این چیز همش داخل میشه. یعنی انسان وقتی نماز میخونه این دعای چه؟ دعای عبادت است. ذبح میکنه دعای عبادت است. گفتیم کو دعای مسئله میشه، دعای عباده. دو قسم میشه، مسئله و عباده.
مسئله کردن با زبان مقال. دعای عبادت، دعای مسئلت با لسان مقال، با زبان. دعای عبادت باشه با لسان حال، با حالت، یعنی عبادت میکنی، ذبح میکنی، روزه میگیری، همش چی است در عبادت داخل میشه، در دعا داخل میشه. دعای عبادت نه. و گفتند علما دعا اسمی است در عبادت. یکی از نامهای عبادت دعا است. گفتند الدعاء يقع اسما للعبادة كلها. الدعاء يقع اسما للعبادة كلها. یعنی نامی از نامهای عبادت دعا هست. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ خودش هم عبادت است. الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. بلکه بین تأکید کیسه هو العباده. با این ضمیر آوردن، ضمیر فصل جدا کردن بین مبتدا و خبر. الدعاء مبتدا است، العباده خبر است. ببین الف لام قطعی اصل در خبر نکره میوید، معرفه نمیوید. میگه مثلا الدعاء، مثلا الدعاء عبادتون، الف لام نداره. لیکن در اینجا در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که الدعاء هو به هو ورد، ضمیر فصل کی تاکید میکنه، هو العباده. خبر با الف لام وردگی که تاکید است که چی است؟ خودی همون دو، همون عبادت، اصل عبادت همون دعا. با این معنای دیگر، با عبارت دیگر، یعنی دعا همون خود عبادت، همون دعا. چون یک پیامبر صلی الله علیه و سلم الحج عرفه، حج عرفه است. یعنی تنها عرفه نیست حج. عرفه تنها حج نیست. یعنی چیز کردن، حج کردن تنها در عرفه ایستادن نیست و دیگر رکن داره. لیکن از رکن‌های بزرگش عرفه ایستادن. و این چون از رکن بزرگترین عبادت ها این چیز دعا است. این یک از با یک معنای. با یک معنای دیگه هو العباده، یعنی همه عبادت هم دعا است. خیلی همه عبادت دعا است. برای که عبادت دعا یا چی میشه؟ دعای بل زبان میشه، مسئله میشه، دعا المسئله، یا دعای حال. دعای چی؟ دعا باللسان او بالحال. دعا کردن با زبان چی؟ با زبان دعا میکنیم. دعا المسئله چگونه گفتیم؟ طلب کردن. و یا اینکه دعای چی میشه؟ عبادت. دعای عبادت یعنی چی؟ با حالمون، نه با زبانمون، با حالمون ما دعا میکنیم. چه با حالمون؟ یعنی نماز میخونیم، همین نمازی ما دعا میکند، حالی ما دعا میکنه که الله مرا مغفرت کن، مرا داخل جنت کن. روزه میگیریم، حالی ما میگه که ما را مغفرت کن، داخل جنت کن. صدقه میتیم، حالمون میگه همون صدقه دادن، هم کارمون کرده رفت صدقه را میتیم، همین حال، همون دادن صدقه میگه که ما انسان برای چی صدقه میته؟ برای که مغفرت کنه الله سبحانه و تعالی، داخل جنتش کنه. حج میکنه و این چنین. خلاصه دعا دو قسم میشه گفتیم، دعای مسئله و دعای عبادت، و همش در بر میگیره. الدعاء هو العباده. و دلیل چی است؟ و دلیل قوله تعالی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، عبادت کنید الله سبحانه و تعالی. واعبدوا الله، شیخ امام عبدالله بن عباس چی گفته؟ ترجمان قرآن. واعبدوا الله گفتن هر کی جوری که واعبدوا الله یعنی وحید الله، یگانه الله بپرستین. وحید الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نهی کرده ولا تشركوا، شریک نیارین، به ولا تشركوا به با الله سبحانه و تعالی شیئا. شیئا نکره معنی در سیاق نهی. نکره در سیاق نهی اومد در بر میگیره همه چیزا، نه جان داره نه بی جانه.
نه اشیا نه غیرش، یگون یعنی یگون چیزا شیئا همه را در بر میگیره. قبر، بود، همه چیزا، سنگ، درخت، خاک، زمین، آسمان، ستاره ها، ماهتاب، آفتاب، همه را در بر میگیره. و اعبدوا ولا تشركوا به شیئا، یگون چیز نپرست، شریک نیار به الله سبحانه و تعالی. عبادت این فعلی بنده است. فعل بنده را عبادت میگن. عبادت چی است؟ عبادت فعل بنده است. اطلاق کرده میشه عبادت منظور فعل بنده. همین نماز فعل بنده است، اما عبادت است. ذبح فعل بنده است، عبادت است. دعا فعل بنده است، عبادت است. روزه فعل بنده است، عبادت است. ذکر فعل بنده است، عبادت است. و شیخ الاسلام ابن تیمیه معرفی کردن عبادت، تعریف جامع است، تعریف بهترین تعریف و معنای چی؟ شناسایی کردن، معرفی کردن. گفتن شیخ الاسلام العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عبادت اسمی هست که جامع است، در برگیرنده است، جمع میکنه. چرا جمع؟ لكل ما يحبه الله ويرضاه، هر چیزی که الله سبحانه و دوست می‌داره و راضی است از قولها، سخنها و عملها، ظاهره یا باطنه، هر دوش. یعنی هر چیزی که الله سبحانه و دوستش می‌داره از قولها و عملهای ظاهره و باطنه، عملهای باطنه، همون عبادت میگه. الله سبحانه و تعالی نماز راضی است، راضی است، امر کردگی. از ذبح کردن راضی است، دوست می‌داره، بله. دعا کردن دوست می‌داره، دوست می‌داره. ذبح کردن چی است؟ عملی است. ذکر الله دوست می‌داره، دوست می‌داره. قولی است یا که عملی؟ قولی است. برای من الاقوال والاعمال الظاهره، مثل ظاهره ذکر الله سبحانه و تعالی. ذبح کردن عملهای ظاهره است. قرآن تلاوت کردن عملهای ظاهره، لیکن چی؟ قولی است. ظاهره قولی. باطن عملهای قلب. دوست می‌داره الله سبحانه و تعالی از عملهای قلب. دوست داشتن از برای الله سبحانه و تعالی، بغض کردن از برای الله سبحانه و تعالی. یقین کردن، صدق کردن. هر عمل قلبی باشد. حیا کردن و غیره. شرک اکبر بسیار است، لیکن با 4 اصل برمیگرده. شرک اکبر 4 نوع است. شرک اکبر و باقی موندهش برمیگرده به همین 4 نوع. بسیار است شرک اکبر، لیکن هم 4 تا برمیگرده. یکم این دعا کردن غیر الله در آن چیزی که قادر نیست. دعا کردن غیر الله، طلب کردن از غیر الله در چیزی که قادر نیست مگر الله، همون چیزا.
این شرک اکبر است. دعا غیر الله فيما لا يقدر عليه الا الله. کسی را طلب کرد چیزی که قدیر نباشه در اون چیز شرک اکبر است. مردن زنده فرق نداره، خاصتا مرده ها. دوم این شرک نیت، ارادت، قصد. اینکه یک عبادت انجام بدی از برای مصالح دنیوی. این شرک یکم شرک دعا، شرک دوم شرک قصد. شرک اکبر یکمشم، دوم اکبر است. یعنی عمل انجام بدی از برای ریاکاری، از برای مصالح دنیوی را به دست آوردن، از برای الله نیست. عبادت انجام میدی که از برای الله نیست. مثل نماز میخونی از برای مردم، حج میکنی از برای مردم. این منافق است. اینا کفر اکبر است البته، لیکن در ظاهر ما نمیفهمیم اینا. سوم نوع شرک اکبر شرک طاعه، شرک الطاعه میگه. اینکه غیر از الله سبحانه و تعالی بگیره رب بگیره انسان در اطاعت. یعنی در حال هر چیزی که حرام کردگی است الله حلالش میکنه اطاعتش میکنه، هر چیزی که الله حلال کردگی و حرامش میکنه اطاعت میکنه. یعنی این شرک در طاعت، در حکم بغیر منزل الله ده. قانون گذاری کردن یا که پیروی قانون کردن، غیر از الله عبادت کردن در قانون ها، رفتن تسلیم شدن. یعنی قانون الله، یعنی چیزی که الله حلال کردگی است و حرامش میکنه برای پیرویش میکنه. حرام کردگی است حلال چیزی که الله حرامش کرده حلالش میکنه پیروی میکنه. زنا رو حرام کردگی میگه تو 18 ساله خوردن نوشیدن چیزای عرق و خمر این چیزا ممنوع است. از 18 بالا جایزه میگه دولت و قانون های دولت میگذاره. و این خرسا میشه میگه من 18 ساله شدم، میگه 18 ساله شدم تو 18 رو ممنوع بود، بعد از 18 ساله جایزه نوشیدن چیزای مسکننده اطاعت چون که میرا مینوشه. میگه حلالش دیگه چی است؟ شرک اکبر است. و ترک کردن قانون الله، ترک میکنه قانون الله با قانون های گذاشته شده، قانون های دولی وضعیه میگه. قانون الله ترک میکنه میره با دیگر قانون حکم میکنه، در حالی که قانون الله است نمیخواد تحکم کردن به قانون الله. انا را گفتن چیکار کرد؟ رب گرفتن. شرک طاعت. یعنی در حرام کرده الله رفتی حلال گفتن اطاعت کردی، در حلال کرده الله حرامش گفتن اطاعت کردی، این شرک اکبر است. این شرک طاعت میگیره. یعنی یک چیزی که غیر از قانون الله است، غیر طاعت الله است، رفته طاعت میکنی، یک مخلوق طاعت میکنی. این شرک هم سیم نوع شرک اکبر، این طاعت کردن ده. رفته سجدهش نمیکنی، رفته برای ذبح نمیکنی، دعا نمیکنی، لیکن رفته اطاعتش میکنی. این شرک طاعت است، شرک اکبر است. و این اشتباه نکنید در معصیت، یعنی اگر کاری معصیت کردن رفت اطاعت کردی گناهگار میشه، این داخل نمیشه در این چیز. این نمیگه انسان این معصیته، این دایره اسلام خارج نمیشه. لیکن وقتی که چیزی که حرام کرده الله حلالش دونست، حلال کرده حرام دونست، رفت قانون های الله گذاشت رفت اطاعت کرد غیر قانون الله، رفت حکم کرد غیر قانون الله، در حالی که قانون الله هست، این شرک اکبر است. و چهارم نوع شرک اکبر شرک محبت است. اینکه دوست بداره غیر الله مثل دوست داشتن الله. الله هم دوست می‌داره و غیر الله هم دوست می‌داره. شرک اکبر است. و اگر غیر الله دوست نداره این به طریق اول مشرک است. اگر الله دوست داشت و غیر از الله هم دوست داشت این شرک چه است؟ اکبر است. شرک محبت است. این مقدمه سیوم.